سلام به دوستان عزیزی که این ویدیو رو تماشا میکنن. تو این ویدیو میخوام یه سری وسایل رایج برای تهیه قهوه رو بهتون معرفی کنم و بگم فرقشون با بقیه چیه و توضیح بدم به درد چه افرادی میخوره و مناسب چه استفاده ای است. این وسایل تهیه قهوه یا به اصطلاح کافی میکری که میبینید اینجا از 100,000 تومان گرفته تا کمتر از 10 میلیون تومان قیمتشه. از دله قهوه ترک که این باشه تا موکاپاتو که این باشه تا فرنچ پرس و دستگاه اسپرسو ساز خونگی اینجا هست. تو این ویدیو به طور کامل بهتون توضیح میدم که کدومش مناسب چه استفاده‌ای هست و فرقشون با هم دیگه چیه. الان که اواسط سال 1403 است این ویدیو رو ضبط میکنم، میگم از بودجه 100,000 تومان گرفته تا کمتر از 10 میلیون تومان شما چی میتونید بخرید و چی مناسبتونه. فرق قهوه فوری، فرانسه، ترک، اسپرسو. اول از همه بریم سراغ قهوه فوری. قهوه فوری که این باشه چیز خاصی نیست، هیچ وسیله این نمیخواد، فقط شما یک لیوان آب جوش نیاز دارید. یه مقدار از این قهوه رو میریزید توی آب جوش، حل میکنید، تفاله‌ای هم ازش نمیمونه. این اصلا اصل قهوه نیست. اینو با روشایی که حالا تو کارخونه و اینا دارن عصاره قهوه رو گرفتن و به صورت پودر درش آوردن. گیرایی و اثرش هم مثل اسپرسو و قهوه ترک و اینا نیست. برای خیلیا جواب نمیده مثل خودم، ولی شاید کار شما رو راه بندازه. میتونید اینو استفاده کنید. قطعا هم تا الان امتحانش کردید، حالا یا به صورت این نسکافه های آماده که با این پودر خامه‌ای کنندش ترکیب شده و شکر و اینا هم داره، یا اصلا شاید از اینا استفاده کرده باشید. میتونید به شکر بزنید، اصلا میتونید همین پودر رو با شیر ترکیب کنید به جای آب جوش، ولی در کل چیز جالبی نیست، جوابگوی خیلی از افراد نیست. مورد دوم که بخوایم بریم سراغش قهوه ترکه. برای قهوه ترک شما نیاز به یه دله دارید. حالا اصطلاحاً شیرجوش مسی و این چیزا هم بهش میگن، شیرجوش و قهوه جوش و این صحبتا. میتونید یکی از اینا بخرید، خیلی عالیه و یه مقدار اینا قیمتشون بالاست. البته این مدل‌های مسیش حالا 300 400 حتی یه ذره بیشتر هم بعضیاش هست. یه سریاش مال قهوه ارمنی، دسته‌های چوبی و مثلا طراحی‌های خاصی داره، اونها یه مقدار گرونه، فقط توی فرقش توی ظاهرشه. میتونید از این دله‌های روحی، حالا آلومینیومی اینا ولی مردم بهش میگن روحی، از اینا هم میتونید بگیرید، ولی اینا یکم بهتره مخصوصا به خاطر این لابندی داخلش. اینا قیمتی نداره، حدوداً 70-80 تومان تا 100,000 تومان، 150 تومان بیشتر نیست، ولی بیشتر اگه هزینه کنید تا 200 تومان یه دونه از اینا رو میتونید بخرید. 200-250 یه دونه از اینا الان توی بازار هستش. فقط پیشنهاد میکنم که از این بزرگاشو نخرید، مثل این، اون کوچیکاشو بخرید. من خودم کوچیکشو دارم، حالا اینجا نیاوردم. این مثلا مناسب 5-6 نفره، یا حتی اینم همون حدود. اون کوچیکاشو بخرید که قهوه بهتری، قهوه ترک بهتری بتونید ازش بگیرید. از اینا اگه خریدید ضرر نمیکنید، چون بالاخره حالا اگر از قهوه ترک هم خوشتون نیومد میتونید برای جوشوندن شیرم حداقلش ازش استفاده کنید. برای اینا درجه آسیاب قهوه‌تون باید ترک باشه، یعنی آسیاب کامل ریز ریز که الان نشونتون میدم. قهوه ترک کافئین نسبتاً بالایی داره ولی اندازه اسپرسو نیست تقریبا. این درجه آسیاب قهوه ترک همینطور که توی ویدیو میبینید کاملا پودر شده و ریزه ریزه مثل آرد. قهوه ترک مزه نسبتاً شبیه آب زغال و اینا داره. حالا
یه سریا خوششون میاد، یه سریا خوششون نمیاد. توفاله هم داخلش هست. البته میتونید طوری توی فنجانتون بریزید که حالا بیشتر توفالش بمونه توی خود دله. یه سریا از طعم قهوه ترک خوششون میاد، یه سریا خوششون نمیاد، ولی کافئینش نسبتاً خوبه، بسته به سلیقه خودتون داره. توش میتونید شکرم بریزید، ولی ترکیبشو با شیر خیلی پیشنهاد نمیکنم، جالب نمیشه، گرچه که ترکیبش با شیرم یه سریا دوست دارم. پس اینم از قهوه ترک. ضمناً در مورد خود این دله‌ام بگم که عمرش بالاست، اصلا چیز خاصی نداره که خراب بشه دیگه. تنها راه خراب شدنش اینه که بندازین زیر تریلی، شاید خراب شد. اگه تریلی پنچر نشه، این مثلا اگر له شد یا شکست، در اون صورت خراب میشه. وسیله‌ایه که قیمت پایینی داره، عمرش هم بالاست، استفاده های دیگه هم میشه ازش کرد. بریم سراغ قهوه فرانسه که با وسایلی مثل این فرنچ پرس یا یه سری دستگاه‌های قهوه ساز برقی درست میشه. قهوه فرانسه برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در حکم این چای ما ایرانی است. این قهوه فرانسه مناسب کساییه که در طول روز برای چند بار میخوان یه نوشیدنی داغ و کافئین دار، البته با کافئین پایین مصرف کنن، مثل همین چای خودمون. برای همین حجمش هم مثلا بالاست، مثل چای استکان قهوه میریزد، کافئین زیادی نداره، خیلی رقیقه، ولی در کل توصیهش نمی کنم. حالا یه سری دستگاه برقی هم هست که یه قوری شبیه این دارن، شبیه همین دستگاهان تقریبا، فقط این قوری میره این زیر، قهوه بالای اون ریخته میشه. زیادم به من گفتن که مثلا خانمم برای هدیه تولدم یه دستگاه قهوه ساز خریده، یا نمیدونم روی جهیزیه‌مون بوده، یا از این صحبت ها. آخر سرم میبینی که فکر میکنن هم معمولا اسپرسو سازه، ولی آخر سر میبینی که یه دستگاه فرانسه است. این دستگاه چیز خاصی نداره، مثل دنگ و فنگ این دستگاه اسپرسو ساز رو نداره، برای هم توی بازارم ارزونه. برای همین یه سری مغازه‌دارا خودشون نمیدونن که هیچ، یه سریاشون هم میدونن ولی به مشتری غالب میکنن. شما میرین میگین اسپرسو ساز میخوام، ولی یکی از این دستگاه‌های فرانسه بهتون میندازن. این دستگاه واقعیتش اصلا توصیه نمیکنم دستگاه فرانسه بخرید، کارایی خاصی نداره، فقط تنها کاربردش اینه که در طول روز این قوری رو برای شما گرم نگه میداره. تازه اگه از اون دستگاهی بخرید که اون صفحه گرم کنه زیرشو داشته باشه. عمرش هم معلوم نیست، میگیرید یه هفته استفاده میکنید میسوزه، یه وقت هم دیدید چند سال استفاده میکنید کار کرد. تقلبیش هم خیلی زیاده، در کل توصیه نمی کنم. قیمتش هم چون که پایینه، معمولا دفعه اول به اشتباه میرن اینو میخرن. حالا اگر از روش تهیه قهوه فرانسه خوشتون میاد، میخواینم که در طول روز گرم باشه، مثل این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مثلا یه نوشیدنی گرم در طول روز داشته باشین که کافئینش هم پایین باشه، نیازی نیست که دستگاه فرانسه بخرید. یکی از همین چای سازهای برقی میخرید که شاید هم توی خونه داشته باشید، که هم برای چای و آب جوش برای آشپزی و این صحبت ها استفاده میکنید، هم یه صفحه گرم کن اون اینجا داره که حالا میبینید این صفحه گرم کنشه که دکمه جداگانه هم داره. فقط یه قوری چایتون رو از قهوه جدا کنید. یکی از همین قوری ها اضافیشو بخرید توی بازار. قهوه فرانسه رو میریزید اینجا، پودرشو، آب که جوش اومد میریزید بالاش، میذارید روی صفحه گرم کنش بمونه. حالا دکمه صفحه گرم کنش هم میزنید برای هر چند ساعت که میخواید بمونه. این عملا همون کارهای دستگاه قهوه فرانسه است. الکی پولتون رو برای یه دستگاه قهوه فرانسه حروم نکنید. یا یه سری دستگاه هستن توی بازار که مثلا دو منظور است، یه ورش اسپرسو یه ورش قهوه فرانسه است. اینا هم الکی پول پای این دستگاه ندین، معمولا کیفیت خوبی هم ندارن. پس این شد قهوه فرانسه.
این قهوه هم با قهوه زیادی مصرف میکنه این روش تهیه قهوه، چون که آسیابش هم درشته. عملا قهوه رو دارین حروم میکنید و با توجه به قیمت قهوه هم توی بازار که الان از 500-600 تومن به بالاست، پولتون هم دارین هدر میدید، کافئین خاصی هم دریافت نمیکنید. پیشنهاد میکنم به جاش یا همون چای بخورید یا میتونید هم اصلا همون پودر قهوه ترک، پودر قهوه اسپرسو یا حتی همین پودر قهوه فرانسه رو اصلا میتونید توی همین فلاسکا هم بریزید. یه سری فلاسکا از خودش فیلتر هم داره، میتونید اینجوری بریزید، داغ نگه میداره، خروجیش هم تقریبا مثل همونه. یا اصلا یه کاپ اسپرسو درست کنید بریزید توی یه فلاسک، بقیه‌اش آب جوش بریزید. این کارا رو میشه بکنید، مخصوصا اگه اسپرسو درست کنید بریزید توی فلاسک و مثلا آب جوش بالاش بریزید، قهوه خیلی کمتری هم مصرف میکنه، خروجیش هم تقریبا مثل همون قهوه فرانسه است. اینم از قهوه فرانسه. توی قهوه فرانسه هم میتونید شکر اضافه کنید. توی یه سری از ترکیبای قهوه‌ای مثل نوشیدنی‌هایی مثلا موکا هم میتونید از قهوه فرانسه استفاده کنید. بسته به سلیقه خودتون داره. در کل اکثر کسایی که تو ایران میرن سمت قهوه فرانسه پشیمون میشن، چون کافئین خاصی نداره، عملا مثل همون چای براشون و اکثرا میان بعدش اسپرسو خور میشن. پس توصیه میکنم نرید سمتش. یا اگر هم میخواید با یه دستگاهی مثل فرنچ پرس تهیه کنید که اگر خوشتون هم نیومد با این دستگاه فرنچ پرس میشه نوشیدنی هم درست کرد. اصلا دستگاه نوشیدنی ساز همیناست، میتونید باش گلگاو زبون درست کنید یا نوشیدنی های دیگه. پس اصلا توصیه نمیکنم از اون دستگاه های برقی فرانسه بخرید. موقع خریدتون هم اگه خواستید اسپرسو ساز تهیه کنید، موقع خرید دقت کنید که از اونا بهتون غالب نکنه. بریم سراغ اسپرسو. اسپرسو یک نوشیدنی غلیظ پرکافئینه. حجمش از همه این مدل‌های قهوه که دیدید کمتره. غلظت بالایی داره، کافئینش هم بالاست. در حد روزی 1-2 کاپ یا 3 کاپ یا دیگه حد اکثر 4 کاپ خیلی ردیفتون میکنه. اثرش هم سریع متوجه میشید روی بدن، خوابو میپرونه یا اصلا انرژی زیادی برای مطالعه، برای ورزش یا برای فعالیت‌های روزمره بهتون میده. با دستگاه‌هایی مثل موکاپات که البته دستگاه هم نمیشه خیلی بهش گفت، با موکاپات میشه درستش کرد. یه سری موکاپات‌های برقی هم هست که اونجا میبینید. دستگاه اسپرسو ساز هم هست. موکاپات قیمتش بین 150 تا 300 هزار تومنه، قیمت خاصی نداره. 1 کاپ، 2 کاپ، 3 کاپ، 6 کاپ، 12 کاپ، اینا همش توی بازار هست. نیم کاپش هم حتی توی بازار دیدم، خودم هم دارم که ویدیو هم ازش توی کانال گذاشتم، حالا اینجا دم دستم نیست. این موکاپاتی که میبینید این 3 کاپ، مدل 3 کاپشو اصلا توصیه نمی کنم بخرید. برای اگه خواستید موکاپات تهیه کنید 1 کاپ یا دابلشو بخرید. حالا اگرم میخواین که کم مصرف کنید، مدل نیم کاپش هم توی بازار هست ولی کمه توی بازار. اگه توی قهوه فروشی ها گیرتون نیومد از توی یه سری سایت ها میتونید تهیه کنید، ولی مدل نیم کاپش چون که کمه قیمتش هم یه ذره زیاده، مثلا در حد 200-400 تومن هم حتی هست. موکاپات چیز خاصی نداره، آموزش کامل درست کردن یه قهوه خوب با موکاپات هم توی کانال هست، میتونید ببینید. حالا یا تا این موقع منتشر شده یا اسکیجول بعداً منتشر میشه، ولی ویدیوش آماده شده، آپلود هم شده. یه مقدار آب میریزید داخل این مخزن تا زیر این سوپاپ باشه. یه توضیح کلی بدم. قهوه میریزید اینجا. حالا یا قهوه‌تون اگه درجه آسیابش درشت باشه یه ذره تمپ میکنید، اگر یه ذره ریز آسیاب کرده باشید فقط روشو صاف میکنید. بسته به سلیقه خودتون داره. میذارید این بالا. این قسمت سومش، قسمت بالایشو میبندید، میذارید روی اجاق برای چند دقیقه بمونه. قهوه از اینجا خارج میشه. تا اینجا که رسید قهوه شما آماده است تقریبا. این توضیح کلیش بود. توضیح کاملش توی اون ویدیو که گفتم هست.
کار خاصی نداره، نیاز به برق نداره، توی سفر میتونید استفاده کنید، حتی یه وقت برق منزلتون میره نمیتونید از دستگاه استفاده کنید، بالاخره در هر صورت کارتون لنگ یکی از اینا میشه اگه اسپرسو خور باشید. توصیه میکنم حتی اگه دستگاه اسپرسو سازم دارید یه دونه از این موکاپاتا تهیه کنید حتما. مدل 1 کاپ یا 2 کاپش بهتره. استیلش هم نگیرید چون که استیل باعث میشه که یه مقدار قهوه رو بیشتر بسوزونه این موکاپات وسیله ارزونیه، خرابی هم معمولا نداره، تهش یا این دستشه که آب میشه یا موقع بازو بستن میشکنیدش که یه دسته اضافاست براش میخرید و تعویض میکنید، کار خاصی نداره. یا مثلا واشرش پاره بشه یا بسوزه یا آب بندیش مثلا به مشکل بخوره که واشر هم براش با 20-30 هزار تومان الان میخرید عوض میکنید. اینا هم اگه رسوب بگیره، این بسکت یا این فیلترش رسوب بگیره یا هر طور بشه، اینا هم توی بازار جداگانه هست. یه خرابی هم داره برای سوپاپشه که به ندرت اتفاق میفته، اینم با سوپاپش هم قابل تعویضه. این دستگاه هم تقریبا مثل دله قهوه توک عمرش بالاست، کارایش هم بالاست دیگه. تنها راهی که از شرش بتونید خلاص بشین اینه که بندازید زیر چرخ تریلی. تازه اگه تریلی پنچر نشه شاید این خراب شد، له شد یا شکست. عمر بالایی داره، حتما توصیه میکنم یکی از اینا داشته باشید، چون میگم اگر که اسپرسو سازم داشته باشید یه وقت برق خونتون میره یا یه وقت مسافرت میخواید برید لنگ یکی از اینا هستید. در از صورت موکاپات یه سری مدل برقی هم داره. فرقش با اینا چیه؟ اینا رو شما باید بذارید روی شعله تا این مخزن زیرش گرم بشه و آب داغ از توی بسکت قهوه بیاد بالا و آخر سر از اینجا خارج بشه. اونا فرقش با اینا اینه که خودش این قسمت زیرش یه المنت داره، اینجا یه المنت هستش که اینو میذارید روی اون قسمت زیریش، برق میرسه به اینجا و المنتش گرم میشه و همون کار شعله رو میکنه. خروجی این برقی ها تقریبا مثل ایناست، ولی شما وقتی که یکی از اینا داشته باشید میتونید شعله رو کم و زیاد کنید یا به روش‌های مختلفی قهوه‌تون رو حالا آماده کنید با اون کم و زیاد کردن شعله. ولی برای اینا یه دکمه رو میزنید، المنت گرم میشه و آب داغ میشه. تازه اگر خراب بشه هم دیگه داستان دارید سر عوض کردن المنتش. دیگه ببینید اون المنت این اندازه‌ای اصلا توی بازار هست نیست، یا دیگه داستان میشه براتون. قیمتش هم یه مقدار بالاست، اینا خیلی توصیه نمی کنن، ولی شاید برای افرادی که مثلا توی محل کارشون میخوان حالا یه قهوه‌ای داشته باشن شاید یه مقدار مناسب باشه. در کل فرق خاصی با اینا نداره ولی توصیه نمی کنم. در مورد موکاپات هم بگم که اگر شما میخواید لته و کاپوچینو و موکا و اینجور قهوه‌ای که حالا بالاش خامه یا همون کرم شیر داره یا کف شیر اصطلاحاً بهش میگن، اگه میخواید از این قهوه تهیه کنید توی منزل با موکاپات هم میتونید. فقط شما یکی از این همزنا باید بخرید، قیمتی نداره، مدل شارژیش توی بازار هست، مدلی هم هست که باتری قلمی میخوره. 2 تا باتری قلمی میذارید، دکمه‌شو میزنید و اینو داخل شیر رو از قبل داغ میکنید، فقط نذارید جوش بشه. اینو این داخل روشن میکنید و کف شیر بهتون میده. حتی میتونید با فرنچ پرس هم اون خامه رو تهیه کنید. با فرنچ پرس اتفاقا خامه بهتری بهتون میده. پس اگر که شما لته یا کاپوچینو هم میخواید تهیه کنید بازم با موکاپات میتونه به دردتون بخوره. پس نیاز نیست حتما یکی از این دستگاه بخرید. این موکاپات ها یه ایرادی فقط دارن، این که قهوه خروجیشون یه مقدار طعم سوختگی میده. اینو شما خیلی کاریش نمیتونید بکنید. فقط یه توصیه میکنم اگه موکاپات تهیه میکنید مدلای استیلشو نگیرید، چون که اونا طعم سوختگی بیشتری به قهوه‌تون میدن، به خاطر اینکه استیل رسانایی گرماییش از آلومینیوم که جنس اینا عمدتاً از آلومینیومه بیشتره و قهوه رو بیشتر میسوزونه.
تک و توک مدل چدنشون هم توی بازار هست، ولی اون دیگه معمولا مارک، قیمتش هم خیلی بالاست، توصیه نمی‌کنم اونم تهیه کنید. تقریبا اندازه پول یه دستگاه اسپرسو ساز باید بدید تا مثلا یه موکاپات مدل شدنی بگیرید. آخر سر اونم طعمش یه مقدار طعم سوختگی میده به قهوه. اینا رو پس استیلشو تهیه نکنید. این سوختن قهوه رو خیلی نمیتونید کارش بکنید، یه مقدار طعم سوختگی میده، میتونید فقط حالا یه مقدار کمترش کنید، بیشتر از این نمیتونید کارش کنید. یه ایراد دیگه ای هم که داره که البته از نظر یه سری ایراد نیست، این موکاپات خامه بهتون نمیده. مثل این دستگاه اکثرا نمیتونن ازش خامه بگیرن، یه سری هم که میتونن ازش خامه بگیرن اون خامه غلیظی نیست، ماندگار هم نیست. حالا یه ویدیو گذاشتم براتون، همون ویدیویی که گفتم، توی اون ویدیو من خودم یه مقدار خامه ازش گرفتم. چند تا ویدیو دیگه هم توی چنل هست که میبینید خامه از اینا گرفتیم، ولی یه سری عکس‌ها هم حتی تو اینستاگرام مثلا برندای گرون موکاپات مثل بیالتی و این چیزا هست که مثلا خامه داده، ولی اون خامه معمولا توی خود اینه، وقتی میریزی تو فنجان سری میپره، حتی تو خود اینم بعد 1-2 دقیقه میپره. پس اگر موکاپات تهیه میکنید روی خامش حساب نکنید. خب بریم سراغ دستگاه اسپرسو ساز خونگی یا دستگاه اسپرسو ساز برقی. دستگاه اسپرسو ساز برقی 3 تا مدل داره. دستگاه خونگی مثل همینی که میبینید و یه سری هم دستگاه نیمه صنعتی با شمایل شبیه این، و یه سری دستگاه صنعتی هست که اونا بزرگن و توی کافی شاپ ها و یه سری از قهوه فروشی ها قطعا دیدین. برای استفاده خونگی مناسبش همون دستگاه خونگی یا دیگه حداکثر دستگاه نیمه صنعتیه. حالا ما دستگاه نیمه صنعتی رو توی این ویدیو کار نداریم، اونا قیمتش یه مقدار بالاتر از 10 میلیون تومنه. فعلا در مورد دستگاه خونگی توضیح میدیم. دستگاه خونگی توی بازار الان که نیمه سال 1403 هستش از 2-3 میلیون تومان گرفته تا نزدیکای 10 میلیون تومان قیمت داره. برند زیاده ازش، مدل تقلبی هم توی بازار زیاده ازش. توصیه میکنم فقط و فقط سمت برند مباشی و نووا برید. اگه نووا هم خواستید تهیه کنید حواستون باشه اشتباهی به جاش ندوا نخرید. اون فرقش یه دی و اوه که اون دی هم اتفاقا خیلی شبیه او می‌نویسن. حتی توی یه سری سایت‌های خرید اینترنتی معتبر هم حتی دیدم که ندوا رو جای نووا میفروشن. البته ندوا یه مقدار قیمتش هم پایین‌تره، در حد 3-3.5-4 تومنه. برای خرید دستگاه اسپرسو ساز برقی بهتره که از این سایت ها هم نخرید. کلن توی نظرات سایت های مختلف که میخوندم زیاد پیش اومده بود که دستگاه کار کرده بهشون داده بودن، دستگاه خط و خش داشته یا دستگاه مثلا مخزن آبش شکسته بوده و این مشکلات. بهتره که اینجور چیزا رو حضوری بخرید. اگر نزدیکای بندر گناوه هستید معروفه که میگن بهترین جا برای خرید اینجور چیزا همون بندر گناوه است، اونجا زیاده. اگر تهران هستید سمتای جمهوری هم زیاده. فقط حواستون باشه حضوری هم که میخواید بخرید سود این دستگاه‌های برندهای الکی و این دستگاه‌های نونیم و اینا بیشتره. معمولاً مغازه‌دارا یه سریاشون، حالا همشون اینجور نیستن، ولی یه سریاشون سعی میکنن که اونا رو بهتون بندازن. مثلا میرید میخرید میگن که نووا که به درد نمیخوره، مباشی به درد نمیخوره، اینا دیگه قدیمی شدن، فلان برند و جدید آوردیم. یه اسمای عجیب غریب هم داره یه سریاشون. مثلا یارو مثلا یه جوری تعریف میکنه که فکر میکنین واقعا نه چیز خاصی اون برند. نه، فقط سمت نووا و مباشی برید، اینا امتحان خودشونو پس دادن. قطعاتشون هم اگر که خراب بشه توی بازار هست و سر تعمیر این دوتا دستگاه شما مشکلی ندارید، ولی برندهای دیگه خیلی داستان داره، پس اصلا سمت اونا نرید. حالا چه زیر 5 تومن باشن چه بالای 5 تومن. یه برند دیگه هم هست به نام دلونگی. این برندم توصیه نمی کنم که تهیه کنید. حالا یه سری ازش راضی هن ولی اکثرا از این برند ناراضی هن. قیمتش هم یه مقدار بالاست، پس بهتر همین نووا یا مباشی تهیه کنید. نووا یه 2-3 تا مدل داره توی بازار، مثل نووا 140 و 149 و اینا.
قیافشون شبیه همه، جای دکماش مثلا از این چپ و راست شده. فقط من خودم تجربه استفاده از نووا رو نداشتم، ولی با توجه به تحقیقی که خودم کردم اکثرا مباشی رو توصیه میکردن و میگفتن خروجیش عین همون نواست. یه سری هم حتی میگفتن که از نوا هم بهتره. مباشی قیمتش 1-2 تومن یا حتی 2.5-3 تومن از نوا کمتره تو بازار. طراحیش خیلی بهتره. حالا این مدلی که میبینید من از این مدل خوشم اومد خریدم. مدل‌های مختلفی داره. تقلبی هم تقریبا تو بازار ندیدم تا الان، یعنی میخریدم خیالتون راحته که این مدل اصلا تقلبی نداره. طراحیش خیلی جذاب تره، رنگ بندی های مختلف و طراحی های مختلفی داره. نمیدونم دکمهش مثل این یه سریاش اهرمیه، یه سریا نه دکمهش فشاریه، یکی پیچ بخارش اینجاست، یکی پیچ بخارش اینجاست. مدل های مختلفی داره. دستگاهاش هم خیلی قشنگتر از نواست و اگه مباشی بخواین بخرین انتخابتون هم متنوع‌تر و وسیع‌تره. یه دستگاه مناسب حالا با 3 تا آشپزخونه‌تون هم بهتر میتونید تهیه کنید. رنگ بندی‌های مختلفی هم داره که این چیزا رو هیچ کدومشون نوا نداره. زمانی که شما یه دستگاه اسپرسو ساز برقی میخرید، یه چیزی که خیلی مهمه داشتن یه آسیابه برای اینکه خروجی قهوه‌تون خوب بشه. یه سریا این اوایل که دستگاه برقی میخرن شاکیان از این که میگن ما قهوه‌ای که با موکاپات میگرفتیم حس میکنیم غلظتش از قهوه این بیشتره و این قهوه اینا یه ذره طعم آبکی داره. خب شما مشکلتون از آسیابه. حالا بریم پیش یه سری دوستان قهوه فروشی و یه سری از دوستان کافه چی بهتون میگن نمیدونم نیدل بخرید، پاک اسکرین بخرید، نمیدونم از این تمپر فشاری و از این چیزا بخرید. هیچ کدوم به دردتون نمیخوره. تنها چیزی که به دردتون بخوره یکی از این پاک اسکریناست. حالا نیدل و این چیزا داشته باشین بدم نیست ولی تنها چیزی که به دردتون بخوره از این وسایل جانبی اینا یه پاک اسکرینه. اونم برای نظافت دستگاه به درد میخوره. خیلی تأثیر خاصی روی کیفیت خروجی قهوه‌تون نداره. شما اگه دستگاه خریدید حتما باید یه دونه آسیاب داشته باشین. حالا من خودم قبل از اینکه دستگاهم بخرم برای موکاپاتم از همین آسیابا استفاده میکردم. حتما یکی از این آسیابا باید بخرید. اگه آسیاب برقی میخواید بخرید باید هزینه کنید، چون که آسیابای ارزونش معمولا قهوه رو یک دست آسیاب نمی‌کند. بحث خرابی و این صحبتاشون هم هست. اگه آسیاب برقی خوب میخواید باید هزینه کنید، ولی با هزینه کم میتونید یه آسیاب دستی خوب مثل اینا بخرید. حالا این مدلی که میبینید معمولا توی بازار بهتر امتحانشو پس داده. این مدل‌ها بهتره. یه مخزن شیشه‌ای زاپاس هم دارن معمولا. حواستون باشه این درپوش سیلیکونی هم داشته باشه، چون که موقع آسیاب کردن این دونا پرت میشه بیرون. شما با هزینه کم دیگه بین 300 تا حد اکثر 600,000 تومان میتونید یه آسیاب دستی خوب بخرید تا چند سالم راحت استفاده کنید. اگر هم خراب شد حالا یه سری چیزاشو میشه تعمیر کرد یا دیگه حد اکثر با هزینه کم یه دونه جدیدشو دوباره میخرید. یه سری مدل‌ها داره شبیه ایناست، چوبیه، نمیدونم قهوه آسیاب میشه از اون زیر با کشو در میاد و اینا. اونا رو خیلی توصیه نمیکنم، اونا بیشتر دکوره، اذیتتون میکنه موقع آسیاب. یه مدل شبیه این بخرید بهتره. در مورد تنظیم آسیابشون که نکته اصلی همینه. تنظیم آسیاب دستی یه مقدار سخت‌تر از برقیه. برقی رو یه سریش درجه داره، حالا درجهش یا الکترونیکیه یا دکمه‌ای، یه سریاش اصلا باید با پیچ تنظیم کنید. در کل تنظیم آسیاب اونا راحت تره، ولی آسیاب دستی 2 تا مدل داره تنظیمش. یه سریاش این پیچو باز میکنید، این خار رو تنظیم میکنید روی این مهره و پیچو دوباره میبندین سفتش میکنید. یه مقدار سخته، باید چند دفعه باش قهوه درست کنید تا یه خروجی خوب ازش بگیرید. یه سریای دیگه‌ش هم هست اون زیرشه، یه درجه پیچی داره پلاستیکی، اونو تنظیم میکنید.
معمولا آسیابایی که اینجوری تنظیم میشن کیفیت خروجیشون بهتره و مقاومتر از اون یکیان. سعی کنید از اون آسیابا، حالا از اونها هم دارم الان اینجا پیشم نیست، سعی کنید از اون یکی مدل‌ها نخرید. معمولا شکل استوانه‌ای دارن، زیرشون هم با یه پیچ پلاستیکی تنظیم میشه، اینا بهترن. پس شما حتما باید یه دونه آسیاب داشته باشین تا یه قهوه غلیظ و خوب از این دستگاه تهیه کنید. اینی هم که گفتم یه سری ها میگن حس میکنیم قهوه‌ای که از موکاپات میگرفتیم غلیظتر از قهوه‌ای هست که این دستگاه نووا مباشی یا اصلا برندهای دیگه همون داره بهمون میده، به خاطر بحث آسیابشه یا به خاطر اینه که برند خوبی نگرفتید. در خصوص لوازم جانبی این دستگاه اسپرسو ساز برقی هم بگم که شما وقتی با 200,000 تومان یه موکاپات میگیرید و تا سالها هم براتون کار میده، وقتی که برین سراغ دستگاه برقی دیگه اینا دنگ و فنگ دارن. اینا مثلا فرضاً یه پاک اسکرینشون الان بین 150 تا 250 300 قیمت یه پاک اسکرینه که اندازه یه دونه موکاپات نوع. تازه این وسایل یکم دنگ و فنگ دارن، نیاز به مراقبت دارن، باید مرتب ازشون استفاده بشه. نمیتونید این دستگاه رو جا به جا کنید. حواستون باید باشه این مثلا اکثرا بدنهاشون پلاستیک، استیل کمه، مدلای استیلش هم گرونه یه مقدار. باید مراقبت کنید از این دستگاه که نشکنه بدنش. یه وقت حواستون نباشه با بدون آب کار بکنه داستان میشه، دوباره نیاز به هواگیری پیدا میکنه. دفعه اولم که خواستید استفاده کنید باید هواگیری کنید که حالا ویدیو هواگیریش هم جداگانه آماده میکنم میذارم براتون. و یه سری از این نکات. قهوه رو نباید زیاد در حد دستگاه صنعتی تمپ کنید وگرنه به پمپتون فشار میاد. اگه یه پمپش بسوزه مثلا، حالا قیمت ندارم ولی توی خرج میافتین. از این داستانا داره. شما دردسرتون با موکاپات کمتره، در هر صورت نیاز به یه دونه موکاپات دارید. توصیه میکنم حتما یکی از اینا داشته باشید. اگر دیگه از موکاپات راضی نبودید بهتره که بعدش برید سراغ دستگاه اسپرسو ساز. پس اگه برای دفعه اول میخواید قهوه خور بشید بهتره که برای بار اول برید سراغ موکاپات. اگر راضی نگهتون نداشت بعد برید دستگاه تهیه کنید. دستگاه هم که تهیه کردید یه دونه آسیاب دستی یا یه دونه برقی خوبم باید کنارش بگیرید. توضیحات لازم رو راجع به وسایل تهیه قهوه از 100,000 تومان تا نزدیکای 10 میلیون تومان بهتون گفتم. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. ممنون میشم نظرتون رو تو کامنت بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.